مویای رسول الله صلی الله علیه و سلم یک بار تراش کرد پیامبر علیه السلام، مویایش یک بار تراش شد. حدیث در صحیح بخاری می آیا صحابه کرام جمع شدن، مویای رسول الله مبارک در بین خود تقسیم می کردن. حدیث صحیح بخاری است. ابو طلحه رضی الله تعالی عنه صحابی است، اولین نفر ابو طلحه رضی الله عنه است که موی نبی کریم علیه السلام می گیره. یک حدیث میں در صحیح البخاری، در کجا؟ صحیح البخاری. بعض علامه بدرالدین عینی در عمدة القاری سریزی تشریح میکنه، بسیار محدثین. حدیث ایست که چند تار موی رسول الله علیه السلام در خانه ام المؤمنین ام سلمه رضی الله تعالی عنها در یک بوتل ماندگی بود، در یک بوتل آینی یک دو یا سه تار موی رسول الله مبارک نگاه کرده بود. در فامیله صحابه کرام کس اگر مریض میشد یا کس چشم میشد، العین حق، چشم شدن حق است. میشه طفلایگان طفلای تو زیبا میباشن، تکړه و تندرست میباشن، چشم میشن. در خانه و در فامیل صحابه کرام کس اگر مریض میشد با دست یک کسی یک جام آب روان میکردن، در یک ظرف آب روان میکردن. در خانه کی؟ در خانه ام سلمه رضی الله تعالی عنها. باز ای بوتل میگرفت ام سلمه رضی الله عنها، ای مویای رسول الله مبارک گرفتا در آو میمان. در چی؟ آو. بس پس ای مویای را گرفتا در بوتل محفوظ میکرد. اینمی آبی که مویای رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم در آب خورده بود، این صحابه کرام خودشان سر فامیل سر اولادا بخاطر شفایابی باز نوش جان میکردن. این عقیده کیست؟ صحابه ما. صحابه کرام به این عقیده اقدر عقیدت دارن به مویای رسول الله صلی الله علیه و سلم. یک صحابی است خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه، نامش شنیدین؟ سپهسالار بزرگ، بسیار مجاهد بزرگ در صحابه کرام. فتوح الشام امام واقدی سے این یک تاریخ کتاب تاریخ است. واقعی زیر نوشته میکنه در یک جنگ درگیر شد همراه رومیا، در محاصره گرفتار شد. در محاصره 4 گرد یزید رومیا گرفته بودن. این سر و صدا میزد، چیخ میزد، قلن سوتی قلن سوتی قلن سو، کولا را میگن کولای جنگی مرا بیارین، کولای مرا بیارین. الا کولای ما مانده، همین چیخ میزنه در حین جنگ. این چیخ زده میره که کولای مرا بیارین. کولایش به یک طریق رساندن از خانه برشی که در سر خودمان، ای که در جنگ درگیر شد، این محاصره را شکستان و پیروزی از آن مسلمانان شد. مسلمانان ای دیگر اندیوالا بریزی گفتن در این حین جنگ، ای تو در گرمایش جنگ، در این وقت حساس تو کولا میخواستی؟ چی ضرورت بود؟ در این کولای چی بود؟ خالد ابن ولید سب چی میگه؟ بندیوالا خود به مسلمانان، به این مجاهدین میگه زمانی که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم در حجۃ الوداع مویای خود تراش کرد، مردم مویای نبی کریم علیه السلام میگرفتن به خاطر نگاه کردن. در سر خود بسیار موی اصلی. صحابه کرام یک دانه دو دانه مویا را که خود میگرفتن. میگه من 2 تار موی رسول الله مبارک گرفتم. چند تار؟ با ما گفت پیامبر علیه السلام ای خالد سریزی چی میکنی؟ ما برش گفتم یا رسول الله به خاطر برکت و با این برکت حاصل میکنم یا رسول الله که خود نگاه میکنم. میگه با ما گفت پیامبر گرامی علیه السلام ای خالد تا زمانی که تاری موی کتی تو باشا، نصرت و کمک پروردگارم کتی تو می باشا. بعد چی میگه؟ میگه هر زمان که این تاری موی ما از امو گرفته در پیشروی کولا ایره دوختم، امیجا بند کرده ماندیم. هر وقتی که با دشمن رو درو شدیم و این کولای ما در سرم بوده، دشمن شکست دادیم و میدان بردیم. خو حالی که ما دیدم که در محاصره گیر ماندیم، دشمن سر ما قوی شده، دیدم که کولا در سر ما نیست. با می خاطر سر و صدا کردم که کولای مرا بیارین، کولای مرا بیارین. که می کولا به ما رسید از برکت مویای رسول الله صلی الله علیه و سلم. این میدان فتح شد و جنگ ما بردیم. این مویای رسول الله مبارک صحابه احترام میکردن.
از همون زمان سلسله به سلسله این موی مبارک نگاه میشه. بسیار جایی هست که یگان جای زیارت میکنن این موی رسول الله مبارک را. مقصد به حقیقت نزدیک است. امکان داره که براستی نمی امون موی رسول الله علیه السلام باشه. چرا یک انسان بیادبی کنه؟ چرا بدرد بگویی در حق یزید؟ احترام که از دست نمیشه، توهین خو نکو برش، حداقل توهین خو برش نشوه.